به نام خداوند داننده رازها. سلام دوستان عزیز، به ششمین جلسه آموزشی اکادمی طلوع خورشید خوش آمدید. امید دارم که سالم و تندرست باشید. ششمین رمز موفقیت مردان بزرگ نظم و انضباط است. نظم و انضباط نه تنها از رازهای پیروزی مردان بزرگ است، بلکه کاخ بلند آفرینش روی آن استوار می باشد. اگر منظومه شمسی برقرار است و سیارات دور آن می گردند، در این خللی در طی قرون در آن رخ نداده است. از این نظم است که بنیاد آفرینش را نظم و محاسبه تشکیل داده است. در تمام مظاهر شمسی بزرگترین موجودات تا کوچکترین آن یعنی اتم نظم و دقت به کار رفته است. نظم که به بزرگترین منظومه های جهان حکومت می کند بر اتم نیز حکم فرماست. جهان آفرینش برای ما بهترین رهنماست. نقشه زندگی، دوام، ثبات و حیات و رمز پیروزی را باید از آن آموخت. او به ما میگوید که بقا و استواری من در نظمی است که آفریدگار من در من نهاده است. از وزیر لایق و دانشمندی پرسیدن چطور این همه کارها را به درستی انجام میدهی؟ او گفت من کار امروز را هرگز به فردا نمیگذارم. هیچ وقت تأخیر در کار را روا نمیدارم. من از تابلوهایی که در کارگاه ها نوشته است وقت طلاست در شگفتم، زیرا ارزش وقت به مراتب بیشتر از طلاست، ولی این ارزش گرانبها وقتی به مراتب از طلا بالا می شود که در آن از نظم کار گرفته شود و هر کاری در موقع آن انجام شود. دوستان عزیزم، ششمین رمز موفقیت نظم و انضباط است. اگر می خواهید شما موفق شوید باید در کارهایتان از نظم و انضباط کار بگیرید. بقیه رمزهای موفقیت را با ما در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. از اینکه ما را همراهی می نمایید سپاسگزارم.